با عرض سلام و احترام بپایان به شما بیننده های عزیز، برنامه نوبتی равондармонӣ را از تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌داریم. امروز به همه سوال های شما پاسخ میگویند نامزد علم روانشناسی نادر امانوف. طول هفته یک قطار بیننده های ما به عنوان برنامه ما سوال های خود را ارسال نمودند و از بس که برنامه خود شما است بیننده های عزیز، ما سخن را به درازان نمیکشیم و شروع میکنیم به پاسخ گفتن به سوال ها. انوشیروان 30 ساله از شهر حصار می نویسد: زنم مرد دیگر را دوست می داشت و با امیدی با او بودن از من جدا شد. پس از چند مدتی تنفس من به دختر دیگر دل بستم. مناسبت او با من خوب است، لیکن یک چیز است که هرگاهی که پیشنهاد ازدواج میکنم نمیدانم میگوید و جواب عمیق نمیدهد. من چه کار کردنم را نمیدانم. وقتی که شخص از یک عائله جدا می شود، در برپا کردن عائله دوم کمی گفتم ممکن است که یک ترس دارد و فکرهای گوناگون میکند که مبادا دفعه دیگر خطا نکند. ضرب المثل است که کوراسش یک بار گم میکند، شخص در یک بار به خطای روی دادن دفعه دیگر بسیار جدی مناسبت میخواهد بکند تا اینکه دیگر تکرار نکند خطای خود را. بنابر همین در اینجا این مرد را فهمیدن درست است که میخواهد که دلش پر باشد که مبادا دفعه دیگر به خطاگی راه ندهد. و در اینجا باید گفت که جوابی نمیدانم البته دو معنی دارد، هم معنی ها هم معنی نه دارد. بنابر همین این جواب را سنجش باید کرد. چگونه میتواند سنجش کند؟ مثلا یگون دوست خود را مثلا یا دوست اون دختر را میتواند که در اینجا همچی میان رو قبول کرده با او مثلا مصلحت کند، بگذار اون دوستش رفته با اون دختر یا که دوست دوگانه همون دختر یافته با اون دختر صحبت کند که نمیدانم او چی معنی دارد. نمیدانش معنی اون که شرمی دارد بگوید که خواستگار فرستان، یا نمیدانش معنی اون است که راضی نیستم. بنابر همین بسیار وقت در این حالت ها شخص سیوم را باید ما استفاده بریم که میانه رو شده همین مسئله های نامعلوم را پوره حل کنند تا اینکه آدم دلپور آینده خود را معین کند و قدم های درست را بماند. چرا مشکلات روانی ما کم نمی شوند؟ شاید از آن که دایره اندیشه های ما بزرگ شدند. این دایره ما را به سوی خود می کشد. مشکلات، درد باقی می ماند، اما شادی و سرور از ما فرار می کنند. یک بیننده دیگری ما می نویسد: در خوابم به هر طرف می روم، چگونه از این عادت بد خلاص شوم؟ حقیقتا هم یک گروه آدمان با این نقصان گرفتار هستند و این نقصان را این لحظوی است. بعضا پیدا می شود خود انسان نفهمیده است چقدر پیدا می شود و بعضا خود به خود نیست می شود. لیکن در این لحظه اوج گرفتن این نقصان شخص باید چیکار کند؟ در اون خانه که خواب می رود البته باید در همون نزد راهرو نزد در باید یگون لطه تر مانده شود و لطه تر باید باریک هم نباشد، باید پهن باشد، چون که آدم در بالای وی تواند حتی یک دو قدم ماند. چرا؟ چون که وقتی وی از خواب مبادا خیست و حرکت کرد به بیرون یگون جا رفتن، وقتی که انسان پایش در بالای لطه تر که ماند وی بیدار می شود و باز به جای خوابش برمیگردد و خوابش را دوام میدهد. این البته یک لحظوی است و یک وقتی معین دوام میکند باز خود به خود نیست میشود. فقط از پس اون شدن در کور که مبادا به کوچه برآمده یگون از یگون بلندی نفتد، یگون واقعا ناخوش نشود. با قول بعضی ها خوابگردی این بیماری است. این یک نقصان در معینه سر انسان است که آدم از یگون استرس به وجود میبیاد و آهسته آهسته بعدی که عصب آرام شد استرس همین قوه خود را که گم کرد آهسته با از بین می رود بسیار وقت. خب یک نفر بیننده دیگری ما که 4 رقمی آخرش 3565 است می نویسد: از فکرهای زیاد معده‌ام خسته شده است. کوشش میکنم که فکر نکنم اما نمی شود. انسان در زندگی اگر با یگون مشکلی روبرو شود برای حل این مشکلی بسیار فکر میکند و دور و دراز فکر کردن همون یک نقطه معینه سر انسان را بسیار خسته و بیمدار میکند. اکنون این خستگی بیمداری معینه سر باعث البته نه اینکه فایده بلکه ضرر می شود. بنابر همین انسان باید چیکار کند؟ انسان باید کوشش بکند که بعضا فکر خود رو از این فعالیت از این پرابلم به فعالیت دیگر به یک مسئله دیگر بعضا کوچاند. مثلا هر چند پرابلم از دورم باشد، مشکلی سختم باشد، در وقتی در کاری باز با یگون توی رفتن در کار، با یگون تماشا رفتن در کار، با یگون دوستا واخوری کردن در کار
یکی یگون کتابی بدیعی شوق‌آور خواندن در کار، یکی یگون کینوفیلمی عجیب تماشا کردن در کار. بعضا همون اوچسکای مایه سر رو دم دادن در کار که اون اوچسکای مایه سر دم بگیره، قوای خود را برقرار کند تا اینکه این خسته‌شوی عصب از بین برود. بعد یک روی دیگر خوبش در امکان دادن در کار که مایه سر انسان دور در روز خواب رود نسبتاً. مثلا اقلا انسان در یک شبانه روز باید 8 ساعت خواب رود و وقتی خواب رفتن پیش از خواب باید وی خود به خود را تلقین بدهد، خود تلقین کند که در وقتی خواب رفتن او خود را آرام کند و گوید خود به خود همین بگوید که من آرام هستم، همه کار خوب است، من یگون مشکلی ندارم و انمی خیلی وقتی خود تلقین که خواب که می رود انمین پرابلم در خوابش هم نمی دارد و او خوبی می رود که از این خواب وی راحت می بیند. لیکن اگر انسان با پرابلم خود خواب رود در خوابش این پرابلم او را گفتم میکنه است که فرا میگیرد، مایه سر او را ناراحت میکند و از این خواب فایده نمی شود. روی سیوم دیگری که توسط خواب انسان میتواند عصب خود را آرام کند این موسیقی تراپی است. موسیقی تراپی انسان باید پیش از خواب رفتن یکون موسیقی فورمش را ماند نیم ساعت گوش کند، بعد نیم ساعت موسیقی فورم گوش کرده خوابش برد و باز وقتی که آدم از خواب میخیزد پیش از خواب خیزد باید نیم ساعت موسیقی فورمش رو گوش کند، بعد از خواب بخیزد از پس زندگی شود، باز این هم تاثیر میکند عصب آدم رو آرام میکند. همین خیلی راه های گوناگونی هستند که انسان میتواند عصب خود رو آرام کند و این حالت رو برطرف کند. دو چیز انسانیت انسانها را از وجود انسانها میبرد: فریاد در حالتی که باید سکوت باشیم، سکوت در حالتی که باید فریاد کنیم. کسی که میگوید برایت میمیرد دروغ میگوید، حقیقت را کسی میگوید که برایت زندگی میکند. یک نفر دیگر 4 رقم آخرش 4382 می نویسد: هر روز به سبب با اهل اویله‌مان جنجال میکنم و کمی نگذشته پشیمان میشوم. خودم را اداره کردن نمیتوانم. چیکار کنم؟ در اینجا چیزی که میبینیم این خسته‌شوی عصب است و این شخص پیش از همه باید یک چیز را به نوبت بگیرد که بهترین خصلت انسان تحمل پذیری است، یعنی با صبر و طاقت بودن است و حتی در قرآن شریف در این باره میگوید که خدای تعالی دوست می‌دارد آدمان صبور را، یعنی با صبر و تحمل را. بنابراین این انسان پیش از همه خود باید با شورانه این کلمه ها را تکرار بکنه که من باید صبور باشم، با تحمل باشم و هر یک لحظه زندگی را وقتی که دچار میشد باید خود به خود بگوید که در زندگی همه چیز خوب نمی شود، در زندگی پستی بلندی ها هست و برای هر یک لحظه زندگی که پستی بلندی ها را ببیند او باید عصبانی نشود، چون که بهترین و قیمتترین چیز برای انسان این عصب او است. چون که روح انسان و عصب انسان وقتی بیمار می شود و کسلی گرفتار می شود، این خیلی کسلی ها، این خیلی بیماری ها رو توبه کردن نهایت مشکل است و بسیار هم قیمت هم نیست. بنابراین شخص باید هر زمان خود به خود با واسه خود تلقین باید کوشش بکند که عصب خود رو آرام نگاه دارد، با تحمل باشد، با صبر باشد. پستی بلندی در زندگی هست، در این زندگی که ما داریم به مشکلی نمی شود. همین مشکلی ها هستند و ما این مشکلی ها را حل میکنیم و با مشکلی ناپیدا اینش حل میکنیم. الان خیلی این انسان میگذرد و آدمی نیست که به مشکلی نباشه، آدمی نیست که با یکون پرابلم و نخورد. بنابراین هر زمان بیکار عصبانی شدن و عصب خود را اینقدر گفتم ممکن است خار و زار کردن هم خوبی ندارد. بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم که صبور بودن یک ایمان است و خویشتنداری یک نوع عبادت. فهمیدم که ناکامی به معنای تأخیر است، نه شکست، و خندیدن یک نیایش است. بیننده های عزیز، یادآور می شویم که برنامه رواندرمانی است و شما می توانید طول هفته سوال های خود را به پشت الکترونی یا تلفن های ما که هر لحظه روی اکران های شما نمودار شده می هستند روان نمایید. به همه سوال های شما روانشناسان ما حتما پاسخ می گویند. بیننده دیگری ما سمیه می نویسد:
در زندگی سخت عذاب کشیدم و میخواهم از شوهرم جدا شوم، اما جوابم را نمیدهد. میخواهم خودکشی کنم چون دیگر راه ندارم. شما به من چی توصیه میدهید؟ در زندگی در حیات اولیوی بسیار مشکلی ها روی میبیاد و بعضا آدم خود نمیدوند که این مشکلی را پس سر باید کرد و بعضی آدمانی که اراده سست دارند فکر اولینی به سر اونا میاد خودکشی است. لیکن خودکشی این البته حل پرابلم نیست، حل مشکلی نیست. خودکشی یک نمود باز از نگاه اسلامی هم بگیریم یک گناه است که انسان که این دنیاش را میسوزد و دنیاش را میسوزاند. بنابر همین هم این روی خوبی حل مشکلی نیست. بنابر همین من شخصا ضد هر گونه خودکشی هستم. طرف دیگر اون است که انسان دارای شعور است، عقل است و انسان با این شعور و عقلش از همه مخلوقات دیگر فرق میکند و انسانی با شعور و با عقل همه وقت باید بکوشد که همین مشکلی خود را، عالم یافته کرده خود را با فایده خود دگرگون بسازد. یعنی البته مشکلی ها میشه در زندگی، عموما حیات اولیوی از جمع قریب مشکلی ها هست. همه زن و مرد هر لحظه وقتی با دیگر صحبت میکنن از مشکلی ها گپ میزنن، آرزوهای شیرین میکنن و به خاطر آرزوهای شیرین مبارز میشن، فعال میشن، کوشش میکنن و زندگیشون را پیش میبرند. بنابر همین هم این شخص باید بفهمد که با توسط خودکشی شاید او یک لحظه گفتم ممکن است که فکر میکند از این خلاص میشد، لیکن از این مشکلی بدتر ممکن با بخورد. چون که کی میداند از این خودکشی چی نتیجه میشود. بسیاری آدمان دست به خودکشی میزدگی با یگان نقصان وزنی جسمانی به بیمارخانه میافتند که شب و روز بعد میسوزند، هم جسمانی هم روحانی میسوزند. ببینید چقدر مشکلات باز زیادتر میشود. اکنون باز این شخص باید در اولیدار که هست فکری خود را فقط نکند، فکری باز فرزندان را باید بکند که فرزندان او با این بعد این حادثه چی کار می شود، چگونه فرزندان اون حیاتشون را دوام میتن، زندگیشون. بنابر همین بعضا انسان خود را فدایی فرزند میکند، فدایی شخص دیگری دوست داشتهش میکند، فدایی اومن زندگی میکند و اومن زندگی ما اصلا از فکر کنیم از همین حل مشکل های گوناگون و مشکل های زندگی را پس سر کردن عبارت است. ما بعضا یک ضرب المثل هست که شخص فکر میکند که در جایی که او هست مشکلی هست، در جایی که او نیست یا مشکلی نیست. این خیلی نیست. همه انسان در روی عالم هر زمان مشکلی دارد و همه انسان توسط کوشش و غیرت مشکلات خود را حل میکنند. بنابر همین به همین شخص من گفتنی هستم که این یک فکرهای لحظوی هستند. عجیب است که روانشناسان اثبات کردند که تقریبا در سنی از 25 سالگی تا 40 سالگی انسان میخواهد در زندگی خود یک تبادلات را به وجود بیارد، یک دیگرگونی بسازد و همین فکری که در همین سن سال پیدا میشد بسیارتر مردم رو وادار میکند که یا تغییرات کلی باید بشود. بعضی ها کوشش هایی میکنند و تبادلات کرده میتونند، بعضی ها کوششی میکنند و تبادلات کرده میتونند، ناامید میشوند. همین ناامیدی بعضا اونها رو گفتم میکنه به همین فکرهای منفی خودکشی میبرد. لیکن انسان باید بداند که اصلا در زندگی شرط نیست که هم وقت ما باید با موفقیت نائل شویم. امروز موفقیت نمیشود، لیکن باید شخص ناامید نشود، باز فعال باشد، کوشش کند، غیرت کند. امروز نشد سال دیگر، سال دیگر، سال دیگر، در زندگی روز به روز بهبودی ها می شود. فقط برای این باید انسان مبارز باشد، فعال باشد، کوشش بکند. آدمی ترسو از مرگ وحشت دارد و با سختی های زندگی هر چی باشد می سازد و خود را نمی کشد. آدمی پردل از مرگ نمی ترسد، اما بار زندگی را هر چی سنگین تر باشد مردانه تر می برد و خودکشی نمی کند. آنکه جان خود را می گیرد کم دل نیست، اما مرد و دلاور هم نیست. بیننده دیگری ما می نویسد: همگان دائما تکرار و تکرار می گویند که برای انسان بهترین مصلحت چیست؟ دوستی وفادار و نزدیکترین شخص که به او تنها نیکی می خواهند پدر و مادرش هستند، ولی امروز این نفران دشمن جانم شدند. با همسرم و خواهر و برادرانم در خانه والدانم یک جای زندگی می کنیم.
даромади хуб дораму дар оила камбудие надорем ба ҷуз набудани муҳаббату якдигарфаҳмӣ. падару модарам бо хоҳаронам рӯзамонро сиёҳ карданд. модарам ҳар рӯз бо бадтарин шева маро таҳқир мекунад, ки занат ноӯдабаро аст ту ҷавобашро деҳ, ҳарчанд ки интихоби худашон буд. аммо ҳамсарамро дӯст медораму намехоҳам оилаам пош хӯрад. апам оилааш вайрон шудаасту бо фарзандонаш ҳамроҳи мо зиндагӣ мекунанд. ӯ ҳар дам бо таҳдид ба ман мегӯяд, ки фарзандонатро ятим накунам, намемонам. аз рӯзҳои аввали оиладор шуданам ба ман иҷозат намедиҳанд, ки бо ҳамсарам дар алоҳидагӣ суҳбат кунам. агар моро хандон бинанд, хонаро ба сарамон чаппа мекунанд. намехоҳам, ки оилаам вайрон шавад. барои ҷудо зиндагӣ кардан ҳам иҷозат намедиҳанд. нахоҳед, ки волидон ба фарзандони худ чунин корро раво бинанд. хостам домулои маҳалларо биёрам, то бо онҳо суҳбат кунад, вале боз метарсам, ки дар назди домуло маро шарманда мекунанд. чӣ кор карданамро намедонам. имшабу рӯз дар оилаҳои мо ин ҳодисаҳо бисёр такрор мешаванд ва албатта ин ҳодиса пеш аз ҳама як омил надорад, омилҳои гуногун дорад. омили аввал албатта шароити хуби зиндагӣ надоштан аст. агар ки масалан мо шароити хубтари иҷтимоӣ медоштем ва ҳар як оила дар алоҳидагӣ зиндагӣ мекард, ин муаммоҳо албатта худ ба худ рӯй намедод. аз сабаби вазнинии шароити иҷтимоӣ мо имшабрӯз маҷбур ҳастем, ки якчанд оила дар як хонаи танг зиндагӣ кунем ва дар он ҷое ки якчанд оила зиндагӣ мекунанд, албатта як муҳити танг ҳар гуна муноқишаҳоро пайдо мекунад. инсон бояд инро дарк кунад, ки ин албатта шахсан аз онҳо вобастагӣ баъзан надорад, аз падару модари ӯ ҳам вобастагӣ надорад. ин чизи табиӣ аст. ва тарафи дигар бояд ин мард як чизро дарк кунад, ки ӯ бояд интихоб накунад ё падару модар, ё хештабор, ё зан. ӯ бояд ҳамаро баробар бидонад. ҳам падару модарро бояд баробар бидонад, ҳам занро баробар бидонад ва нисбат ба ҳама меҳрубон бояд бошад, нисбат ба ҳама ғамхор бояд бошад. вақте ҳамаро гуфтан, чӣ хеле ки мегӯям бо як чашм дидан, ҳамаро баробар донистан, проблемаро ҳал мекунад, мушкилӣ ҳал мешавад. чунки бузургон мегӯянд, ки баробарӣ бародарӣ аст. ҳар ҷое ки баробар аст, онҷо якдигарфаҳмӣ асту бародарӣ асту баъд муноқиша аз байн меравад. ман фикр мекунам, ки ин шахсе ки савол метиҳам, ин нафар пеш аз ҳама айбро дар дигарҳо мекобанд, лекин шояд фаромӯш мекунанд, ки шояд худашон айбе дошта бошанд. худашонро бояд аввал рафтору гуфтори худро бояд як баҳо диҳанд, як гуфтан мумкинат дар тарози ақл бикашанд. шояд онҳо ба хатогиам рой доданд, ки анами баробариро шояд вайрон карданд. ҳама мард дар зиндагӣ бояд кӯшиш бикунад, ки занро дар ҷои худ бояд дӯст дошт, он чӣ хеле ки бояд дӯст дошт, ва падару модарро ҳам бояд дар ҷои худ бояд дӯст дошт. онҳоро бояд якеро пасту дигаро боло нигоҳ надошт. онҳо ҳар ду одамони азизе ҳастанд, ки бе яке аз онҳо ба одам мушкил аст. бинобар ҳамин агар ки ҳамин тарозуро агар ки мо дар як мақоми дуруст монем, анами хел мушкилиҳо аз байн меравад. афсӯс, ки бисёриҳо дар интихоб вақти як тарафро мегиранд, тарафи дигар албатта норозигӣ мешавад. як паллаҳои тарозуам. баъд ин норозигӣ зиддиятро пайдо мекунад. агар ин шахс масалан каме кӯшиш бикунад, ки ҳар чиро дар ҷои худаш монад, масалан занро ҳамчун зан дӯст бидорад, падару модарро ҳамчун падару модар эҳтиром кунад, хоҳару дигарҳо ҳам албатта хештабор ҳастанд, онҳо ҳам ӯ вазифадор аст, ки онҳоро ҳамчун хештабор эҳтиромашро ба ҷо биёрад. яъне нисбат ба ҳама ғамхору меҳрубон баробар бошад, ин зиддият аз байн меравад. вақте ки падару модари ӯ мебинанд, ки масалан ин писарашон нисбатан ба занашон зиёдтар меҳрубонӣ мекунанд, ба онҳо камтар, анамин боиси ҳар гуна ҳиссиётҳои манфӣ мешавад. агар ҳамин хел баробарӣ агар бошад, ҳиссиётҳои манфӣ аз байн мераванд. онҳо ҳам фарзандашонро дӯст медоранд, ҳам ҳамин келини гуфтан мумкин аст, ки кардаашонро дӯст медоранд ва ин зиддиятҳо нест мешавад. бо ин нафар мо телефонӣ суҳбат доштем, гуфтанд, ки ҳамаи шароитҳоямо хуб аст, ҳарчанд ки имкони дар алоҳидагӣ зиндагонӣ карданро дорем, вале падару модарам иҷозат намедиҳанд. падару модар як ҳиссиёти аҷиб дорад. фикр мекунад фарзандаш ҳар чӣ қадар пешаш наздик бошад, ҳамон қадар хубтар аст.
و خاطرشان جمعتر است. این هم البته فکر یک طرفه است، فکر شخصی اونها است. لیکن پدر و مادر هم باید یک کمتر در این مسئله باید بیاندیشن که خوبی گپ در سر اون نیست که برای اونها فقط خوب باشد. خوبی برای همه خوب است که وقتی برای همه خوب است و کوشش کردن در کار اون راه را انتخاب کرد که برای همه خوب باشد. بنابر همین اگر شرایط باشد، من شخصا مصلحت میدیم که اونها باید در خانه علایده زندگی کنند. مثلا خانه دیگر اگر شرایطون داشته باشند بخرن زندگی کنن. وقتی که در علایدگی زندگی کردن، انمون گفتم محیط تنگ یک عائله تنگ اصلا این معما رو پیدا میکند، همین چیز از بین میرود. لیکن وقتی که اونا جدا شدن، باید این پسر فراموش نکند که پدر و مادر هم حق و حقوق دارد و باید پدر و مادر رو به گفتن ممکن است که نسبت به آنها بی‌پروایی نکند، نسبت به آنها غمخواری کند، مهر و محبت کند، در کار باشد یاری مادی معنوی دیگر خود رو باید برساند. انا بعد دوستی می شود. انا وقتی که جدا هم که باشند مهر و محبت گم نمیشد، زیادت هم گفتم ممکن از بین می رود، همه گفتم خوب می شود. چرا بعضا پدر و مادر نمیخواهند که فرزندان زندگی مستقلانه داشته باشند، از آنها کمی هم باشد دور باشند؟ وقتی که فرزندان به سن 22 23 حتی 25 برسند، در نظر پدر و مادر کودک میتابند. بله، سبب در آن است که پدر و مادر تجربه زیادی زندگی دارند، فرزندان ندارند این رو. و پدر و مادر فکر میکنند که با این تجربه زیادی زندگی خود میتوانند که با فرزندانشون کمک زیاد رسونند و میخواهند که در حضور اونها باید باشد و این نظارت از اونها دور نشه، این در زیر نظارت اونها باشد. لیکن البته در اینجا پدر و مادر باید بفهمند که همه انسان در زندگی باید این مشکلات رو پس سر کنند. تو آنها این مشکلات خود از پس سر نکنند، به قدر این مصلحت های پدر و مادر بعضا نمیرسند. بنابر همین بعضا پدر و مادر باید به فرزندان خود یک لحظه مستقلی باید بدهند. خوب آدمی با شعور و با عقل و با فهم است که فرزند خود را شرایط اگر باشد اجازت می‌دهد که در خانه خود در شرایطی که آنها خود میتوانند مستقل میمانند که زندگی کنند و از دور نظارت میکنند. آنها وقتی میبینند که فرزندشان در علاهیدگی در خانه در خود زندگیش پیش ببرند، اینم برای اونها یک دولت میشود، چون که گفتم ممکن است که خاطرشان جمع میشود که به اونها هم فرزند اونها روزش را گذراندن میتواند و خوشبخت هم میشود. اینم البته دولت است، اینم یک خوبی دارد، اینم یک انتقام است. لیکن افسوس که بعضی این همین انتقام را راستی گپ خوب از پس سر نمیکنند. خدمت و احترام پدر و مادر را به جا بیاور. فرزندانت نیز با تو چنین رفتار خواهند کرد. با مردم با لحن شیرین سخن بگو، پاسخ آنان نیز شیرین خواهد بود. از بدی در حذر باش، بدی نسبت تو نخواهد رسید. هیلالا 29 ساله از ناحیه پنجکین می‌نویسد: خوشدامنم مرا از شوهرم جدا کرد و باری چهارم است که پسرش را عائله‌دار می‌کند. بگذار، من به این کار ندارم، فقط فرزندانم را به من برگردانند. در فراق 3 فرزند شب و روز می‌سوزم. آخر چرا من زنده باشم و فرزندانم را زنی بیگانه تربیت کنند؟ هرچند که به مقامات‌های دخلدار مراجعت کردم، چاره‌اش را ندیدند. بیهوده نمیگویند که به پول سخن در سر ندارد. خوشدامنم مدیر کودکستان شده کار میکند و همه را به قبل خریده است. دیگر چی کار کردنم را نمیدانم. آخرین امیدم شما هستید. التماس کمکم کنید. در حقیقت وقتی که عائله پاش میخورد، البته زن و شوهر خودشون زندگی خود را مییابند، مرد هم زن خود را مییابد، زن هم شوهر دیگری خود را مییابد. لیکن در اینجا البته عذاب میکشد فرزندان یا به پدر میمونند یا به مادر میمونند که این البته ضربه سخت روحی است برای آنها. افسوس که این پدر و مادرانی که پاش میخورد عائلهشون این را فکر نمیکنند، آنها فقط فکر خود رو میکنند، نه اینکه فکر فرزندانش رو بکنند. اخلاق اون است که پدر و مادر وقتی جدا میشوند، فرزندای آنها را باید و فرزنداشو چنین شرایط باید مهیا کنند که فرزندان نه از مهر پدری و نه از مهر مادری محروم شوند. افسوس است که همین باز که خطاگی به ما راه میتیم، فکر شخصی خود رو میکنیم
و فکر از نگاه کودکان این مسئله رو درست فکر نمیکنیم. لیکن از طرف دیگر باز یک مسئله دیگر است. مسئله دیگر اون است که در وقتی که اویله پشت میخورد در مرافعه سودی به فرزندان سوال داده می شود که با کی میخواهید مثلا ماندن و زندگی خود را دوام دادن. بعضا فرزندان آزادانه انتخاب میکنند یا پدر یا مادر رو. لیکن افسوس که ما بعضا فکر میکنیم اگر ما رو انتخاب نکردن فکر میکنیم که این گفتم ممکن است این یگون حقیقت ندارد، این یا که ابجکتیوی نیست، این ریالی نیست. لیکن بعضا ریالی است. آدمان همه وقت در وقتی که به مقصد نمیرسن گمانی بد میکنن. شاید در حقیقت این نفر در وقت زندگی یک جایه نسبت به فرزندان اونقدر مهربان و غمخوار نبودند که فرزندان نسبت به آنها مثلا این مهر و محبت زیاد را نداشتند، بنابر همین در مرافعه سودی شاید آنها را انتخاب نکردند. شخصا من همچون روانشناس در بعضی مرافعه سودی اشتراک کرده دیدم که فرزندان مادر را انتخاب نمیکنند، آنها پدر را انتخاب میکنند، چون مادران آنها نسبت به فرزندان بعضا چنان بی‌رحم میشن، چنان بی‌شفقت میشن، برای هر یک گپ هر یک کار چیز فرزندان رو میزنند، دشنام میتیند، حتی کوب میکنند، زیر فشار نگاه میدارند، شخصیت آنها رو پایمال میکنند و فرزند از این مادر دوری میجوید. یگانه شخصی که نسبت بعد در میتواند که وای خود را آرام میکند نسبت به وای یا که نسبت به وای غمخواری میکند پدر رو میبیند. بنابر همین اونها مهرشون به پدر زیاد میشود و در همین لحظه جداشوی پشتخوری مثلا اویله پدر رو انتخاب میکنند. شاید در اینجا هم همین خیلی باشد این نفر فکر شخصی سوبیکتیو او است که او را انتخاب نکردند و این شاید ابجکتیوی باشد. لیکن باز طرف دیگرش رکن راست دیگه برای ما خودر معلوم که نیست. البته این نفر باید البته صبر و طاقت باید کنند یکم، دویمش که وقت و ساعتش که آمد آنها بعد 12 سالگی مثلا میتونن مراجعت کنند، باز از نو مثلا مقامات های حزب حقوق دیگر میتونن که از دیگر دیده برن، شاید فرزندای آنها از میخوان که اونها رو انتخاب کنند، با اونها میخوان مثلا زندگیش رو دوام دهند. بعد اصلا کودکان کلان که شدن با یک جایی که رسیدن اونها آزاد میشوند، اونها رو هیچ کس مجبور کردن نمیست، اونها میتونن که با مادر باشن یا با پدر باشن. تمام جنگ های افکار خشونت عقل و دل از دوست داشتن دیگران است. از بی عشقی زمین از آتش بیگانه پرستی تعصب می سوزد. نصف کمر زمین از خون بیگناهان لالگون گردیده است. سبب بی عشقی و احساس نفرت و خصومت به همدیگر است. یک نفر بیننده دیگری ما که 4 رقم آخرش 8821 می باشد می نویسد: من 21 سال دارم. با شوهر برآمدنم را 2 سال می شود، اما فرزند نداریم. با شوهرم یکدیگر ما را زیاد دوست می داریم و این باعث رشک خوش‌آمدم نسبت محبت پسرش به من می گردد. او دائما مرا نزد پسرش بد می کند. نمیدونم چرا ولی پسندش نیستم. او دائما می گوید که تو پسری مرا زنکلان کرده ای. نمیدونم زنکلانش چیست. اگر مرد نسبت همسرش مهربان باشد مگر این زنکلانی است؟ خواهش میکنم با من یگان مصلحت دهید که چیکار کنم. از یک طرف به فرزندیم، از طرف دیگر رشک خوش‌آمدم به عصبهایم زیاد تاثیر رساندند. گاهی فکر میکنم که جدا شوم ولی باز نمیشود. آخر شوهرم را دوست میدارم. دائما با پسرش میگوید که تو با این زن خوشبخت نمیشوی، از او جدا شو. ولی شوهرم جدا شدن نمیخواهد. خوش‌آمدم تو پسری مرا جادو کرده ای گفته مرا از خانه راند. وقتی که همین مسئله های گوناگون عائلوی حل می شود، در اینجا کیلین و خوش‌آمد البته فکرهای گوناگون بعضا بیان می کنند و وقتی که پسر دویم فکر زنش را درست قبول کرده با فکر زنش رفتار می کند و فکر مادرش را به نوبت که نمیگیرد، مادری و چون این فکر را می کند که گویا که کیلینش جادو کرده است و پسر او رو گفتم ممکن است که استفاده میبرد. انا همینجا باید البته یک چیز رو ما باید فراموش نکنیم که خوشبختی عائله در مصلحت و در مشورت است. افسوس که هم کلین هم خوش‌آمد هم همین پسر این رو فراموش کردند که خوشبختی عائله در مشورت و مصلحت است. اگر آنها هر یک مسئله گوناگون عائلوی رو در یک جایگی با مصلحت و با مشورت
با زبان شیرین بعضا گفتن با گذشت‌ها اگر حل کنند انمی فکرهای خام در سر اون خوشتومن نمی اومد. لیکن گپ در سر اون است که بعضا ما از همین سادگی خودمون فکر میکنیم که هر یک چیز باید به گپ اونها شود. مثلا خوشتومن میگوید که مثلا با فلان توی میریم، کلین میگوید که نه به دیگر جای میرویم و پسر از بین این دو انتخاب همسرش رو میگیرد که درست‌تر است به اونجا میریم. و خوشتومن وقتی که فکرش قبول که نمیشود او چنین فکرهای منفی رو به سرش میگیرد یا که پسرش رو جادو کردن. انمی خیلی مسئله ها وقتی که میشود انسان باید فکر کند که چنین رفتار و کردار من چه عاقبت ها دارد. باید آدم بکوشد که در مصلحت و مشورت همه کار حل شود. بعضا گذشت ها در کار است. مثلا شخص باید بداند که مثلا یک مسئله در فکر من به نوبت گرفتن، در دست مسئله دیگر باید فکر خوشتومن به نوبت گرفته شود، در مسئله دیگر باز فکر کلین. یعنی یک مصلحت و مشورت و گذشته و ترتیب و نظام و گفتم میکنه است پای در پای باید باشد که همه در یک جایگی باید باشند. همه وقت یک کس برد کند و دیگر کس باخت نکند. وقتی که همه وقت یک کس برد میکند دیگر کس باخت میکند، انمی خیلی فکرهای منفی ویرانشوی و پشخوری اوله میشود و در سر خوشتومن هم این مسئله میغلطد. افسوس که در اینجا اکنون تجربه گیو زندگی گفتم ممکن است هم در خوشتومن نیست، قریب گفتم میگن هم در کلین نیست. کلین شاید جوانی میکند، خوشتومن باشد، در یک عائله یک زمان زندگی میکرد که همه گپ او اساسی بود، عادت کرده است. اکنون میخواهد که همیشه هم دوام کند. لیکن خوشتومن باید بداند که در خانه یک شاه دیگری آمد که بعضا به گپ او هم کردن در کار. همین نازکی در همین است. تو آمدن کلی همه گپ در دهان خوشتومن بود. همه فکر او را نگاه میکردن، همه عقیده او را بین نوبت میگرفتن، هر چیز او میگفت همه خیلی بشد. وقتی کلین به خانه در آمد و اکنون فکر او را بین نوبت نمیگیرند و گپ کلین میگذارند، همین چیز به آنها نمیفورد و بعد زیدیت میشود. لیکن این هم باز سبب دارد که در همین است که در این عائله اکنون مرد باید کمی باز با خیرت باشد، با یک فهمیش مخصوص باید بفهمد که اکنون دیگر این خیلی نمی شود. کلین که اومد، کلین هم انسان است، اونم آرزو و هوس دارد، باید بعضا فکر اونا بین نوبت گرفته شود. لیکن مادر هم مادر است، اونم آرزو و هوس دارد. همین هر لحظه هر یک مشکلی، هر یک مسئله زندگی را باید در مصلحت و مشورت اگر حل کنند، این معماها از بین می روند و زندگی هم البته خوب می شود. مرد می تواند که مهربانی کند در شکلی که آنی که گپ‌های شیرین بگوید، کامپلیمنت‌های خوب بگوید، قدردانی کند. لیکن وقتی که این چقدر هم که باشد با این چیز هیچ کس اعتبار نمی‌دهد. لیکن وقتی که من نظر چخیلی که گفتم در حل مسائل زندگی انتخابی که یا این یا اون، وقتی مرد فقط عقیده زن رو بین نوبت میگیرد و عقیده مادر رو نه، این علاقه تاثیر بخش است. باید مرد یک کوشش بکنه که در همه این مسئله ها در یک جایی حل شود و همه عقیده ها بین نوبت گرفته شود. نه فقط فکر زن، یکی نه فقط فکر مادر. آنها رو در سازش بیارد. باید یک معاشرتی سازنده بسازد، مشورت کند، مصلحت کند، در با شوخی و خنده بعضن که مادر جان دفعه گذشته، هفته گذشته به خانه خشت تباری تو رفتیم دو فوتیه، امروز که آمده است اکنون نوبت به فکرم با کلین بیدیم، دفعه به خانه کلین می رویم، به خانه خشت تباری کلین به دو فوتیه می رویم، هفته دیگر باز نوبت از شما از خود. همین کار رو با یک خوشی خرسندی حل کردن ممکن است، سازش کردن ممکن است که به جنجال شود. لیکن وقتی ما انمی خیلی مصلحت و مشورت و سازش که نمی کنیم، انما جنجال می شود و خیلی زیدیت ها پیدا می شود. آنکه هر پیش آمد ناگواری را از چشم بدی روزگار و از بدخواهی دیگران می بیند و هیچ تقصیری به عهده خود نمی گیرد، از این گونه پیش آمد بسی خواهد دید. یک نفر بیننده دیگری ما از شهر دوشنبه که 4 رقم آخرش 1511 است می نویسد: با شوهرم 6 سال می شود که زندگی می کنیم، صاحب 2 فرزندیم. با اولیدار شوی ما نزدیکان شوهرم راضی نبودند، از این رو ما پنهانی اولیدار شدیم. از این کار نزدیکان شوهرم خبردار نیستند.
گرچنده که در خانه پدرم زندگی کنیم هم شوهرم خوب نگاه و بینمان میکند. گپ سر این است که عائله شوهرم او را خانه‌دار کردن میخواهند. اکنون ما چیکار کنیم؟ التماس به ما یگان مصلحت دهید. بله، البته کاری که آنها کردند از یک طرف خطاگی راه دادند، چون که بزرگان ما میگن به پیر نرو درمانی، هرچند سکندری زمانی انسان باید به روزگی پدر و مادر، به مصلحت پدر و مادر اصلا عائله برپا نکند. باید ما دعای آنها را بگیریم. دعای آنها الکی گفتم که نیمی دولت است، نیمی خوشبختی است و نیمی آن است که ما به مراد و مقصد خود میرسیم. لیکن اکنون این زمان برگذشته باید صلوات گفت. کاری شدگی شده است. اونا باید کوشش کنند که این خطاگی خود را اکنون اصلاح کنند. اونا باید بفهمند که تا آن دمی که پدر و مادر پسر یک دختر دیگر رفته خواستگاری میکنند و توی رو برپا میکنند، باید تا این دم اکنون این خبر رو باید به آنها برسونند. چون که اگر خدا نکند که باز آنها رفته در دختر دیگر خواهش کنند، فاتحه کنند، توی رو آغاز کنند، خرج و صرف کنند، دیگر کنند، بعد دو دختر به خانه خود بیارند و بعد اگر که معلوم شود این ضربه دو کرته می شود، دو چند می شود. به خاطری که این ضربه حالی هم اینقدر کلان نیست، پیشتر باید خبر کردنشون در کار. البته باید با یک شیرینی این رو خبر کرد، چون که این ضربه روحی است. پدر مادر هم تو گفته نمیشد این رو. پدر مادر از شنیدن این خیل گپ، این خیل خبر، آنها حتی به هر گونه نقصان‌های جسمانی گرفتار میشوند. بنابر همین نیکن باید در اینجا پسر اکنون میگن که برکف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود از دهان شیر می باید گرفت. باید این پسر اکنون باید مرد بر این رفتار کند، باید با یک زبان شیرین، با یک مهارت بلند به پدر مادرش رو باید بگوید. عذر اول پرسیده بگوید که من خطا کردم، لیکن خطای من که بچه یاش خطا میکند، پیران البته خطای رو میبخشند. این جوانی است، جوان خطا میکند و ببخشید من رو گفته، عذر پرسیده باید از پیش اونها گذرد، اونها رو آگاه کند که اینمی خیلی کار شد و آنها هم شاید بعد خطاگی فرزند رو فهمیدن، پس شاید اکنون گفتم ممکن است که به این تن بیتند که کاری شدگی شده است. عائله برای چی برپا میکنند؟ در قرآن شریف هم برای اون میگه که عائله برای اون برپا میکنن که فرزند داشته باشند. الکی عائله هست، الکی فرزند هست. پس چرا این عائله که به همه طلبات های گفتم ممکن است که ضرورت زندگی موافقت میکنه، چرا این رو ویران کنند؟ باید پدر مادر او را بعد گفتم ممکن است با همفکری کنند، بعد گفتم این مسئله رو گفتم ممکن است که حل کنند برای مشورت و مصلحت و خوبی. دیگر راه ندارد. اگر اینجا جای دیگر انتظاری نیست، باید اکنون هر چی تیزتر مسئله رو حل کنند که باز از این وزنی‌تر نشود. گاها از پشه فیل می سازیم. یک مشکلات ناچیز را خیلی بزرگ می کنیم و در نظر ما همه چیز مشکل، ناممکن و بی بقا می گردد. اگر به هر عامل و حادثه های زندگیمان چون باد گذرنده بینگریم، می بینیم که غم ما همه بیهوده بوده است. در پایان برنامه به بیننده های ما چی مصلحت می دهید؟ من گفتنی هستم که چطوری که از این سوال هایی که به ما مراجعت کردن معلوم می شود، اهل جامعه ما امروز به هر گونه مشکلی های گوناگون زندگی دچار می شود که سببش البته معاشرت و مناسبت نادرست در عائله و در جامعه است و بسیار خوب می شد که آنها این بعد هم مثلا با این سوال های خود به این برنامه مراجعت کنند و به غیر از این باز روانشناسان مراجعت کنند، توسط مصلحت های درست آنها این گونه مسئله و مشکلات زندگیشون را حل بکنند تا اینکه پرابلم مشکلی آنها حل شود، نه اینکه از اون پرابلم خود دکک باز مشکل‌های کلانتر گفتم که سر زند. بنابراین من فکر میکنم که هر کس باید خودش باید فعال باشد، مبارز باشد، در جستجوی حل مسئله باشد، باید مراجعت کند به هر طرف تا اینکه مسئله خوبتر و درستتر حل شود. زاده میشویم، زندگی میکنیم و میمیریم. تولد را درک نمی کنیم. از مرگ می هراسیم، اما فراموش می کنیم که زنده هستیم.
خوشبختی فاصله میانی بدبختی هاست. بیننده های عزیز، آرزومندیم که این فاصله ها در زندگی شما طولانی و دراز باشند. این بود برنامه نوبتی رواندرمانی. امروز به همه سوال های شما پاسخ گفتند نامزد علم روانشناسی نادر امانوف. بیننده های عزیز، برنامه رواندرمانی برنامه خود شما است و شما می توانید طول هفته سوال های خود را با پست الکترونی یا تلفن های ما که روی اکران های شما نمودار است روان نمایید. به همه سوال های شما روانشناسان ما حتما پاسخ میگویند. تا دیدار نوبتی، تن صحت و خانه آباد باشید.